درود و روز بخیر. من محمد محمدزاده هستم، استاد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه ماربورگ آلمان، بخش ایرانشناسی. ایشون خانم دکتر لسلی ترامونتینی هستند، مدیر اجرایی مرکز پژوهش‌های خاورمیانه. ما سال گذشته برای اولین بار یک سفری با دانشجویان داشتیم به چند شهر مختلف تاجیکستان و ازبکستان و یک روز در سمرقند بودیم. در همین یک روز چنان شیفته این شهر تاریخی و قدیمی و زیبا شدیم که گفتیم حتما باید بار دیگر به این شهر بیاییم. من بدون اینکه اطلاع داشته باشم متوجه شدم که روز 18 اکتبر روز بزرگداشت این شهر بسیار زیبا و مهم فرهنگی سمرقند هست که واقعا این کلمه قند خیلی جای خوبی پیدا کرده در نام این شهر و این روز رو به همه مردم مهربان و مهمان نواز سمرقند تبریک میگم. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و ریشه های خودتون رو هیچ وقت فراموش نکنید.